چطور ما می توانم یک کیر را به طریقه خوب بچوشیم و او را به لبان خود خوب بچوشیم؟ شما می خواهی یک کیر را به طریقه خوب بچوشی. چگونه می تونی؟ شما می خواهی خوب بچوشی. باید اول او را در دست بیریند. او را زیاد لمس شود. او را در دهن خود بیریند. سر کیر. در زبان خون زیاد لمس کنید و زبان شما زیاد بچرخانید. و او را زیاد بچوشانید. چوشانید. تا به ای که او روان شود. در اینجا شما می دانی که کیر شوش میشه. باز دلته که خالیش می کند یا نی؟